لی باجار قامشلو یا روجاوای کردستان انجمن خوجهی یا روجهالات قامشلو یا سر به انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه جیوینا خویا نورمال دارخست و مجارن گریدای براش روجاوای کردستان و اپراسیون ترکیه هروها هفدیتنا انا کسی به قصده را گوتو بیش کرد. جوین به آمدابونا همو اندامان و به راوستاندن خلک بیدنگ لسر جان پاکروان تقین قامشلو و پاکروان کرد و کردستان دسری ده برزانی نمر دست بیکر. ده جوینه ده خشتای کار جوینه هاته نمایش کرن. ده هجمارک بابات بویارن داویه و بریارن لگور برجواندی و سیاست انا کسی هاتن گنگشه کرن. جالی خواه سروک انجمن خوجهی شمدین نبی به گرانی کدو کارن اندامن انجمنه دراکرنا برپرسیارتیه لهمبر ایش و آزار و کاراستن کو هرمن کردی راستیتین بلند نرخاند. نخاسم در انجام اپراسیون ترکیه و گروپن بسر و جه هرمن روجاوای کردستان و روجهالاتا فریتره. هر ده جیوینا نورمال ده اماجه به هفزیتنا کو نافبرا شاندک جه دسته سروکاتیا انکسی و شانده لشکری یا قصده هاته کرن. جبلی ویه که داخویانین داوی ین انجمن اجتماعی یا کردی انکسی درکتنه و راشا در بدرین سری کانیه سرباری رولا انجمن خوجهی ده پیشکش کرنا آلیکاریان وکو ارککی راوشت لسر هاته راوستاندن. ده داویا جیوینا انجمن خوجهی یا روجهالات قامشلو یا سر به انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه اندام بشدار به ارک بشدار کرنه ده شینا شهید عامر العلی کوجه در انجام تقین قامشلو ده شهید بوبو کر. هروها سردان کاظم خلیفه اندام دسته جیبجیکار یا تفگار چکسازیا کردی و اندام انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه کر که اوجی ده تقین قامشلو ده بریندار بویه. و مبسته وی سردانه دا کو روشاوی یا تندرسی جنیزیک و ناز بکن.